چای‌ها باشه 50 یا 40 هزار چی؟ بنا چوری خیلی مدرست با کارگرها 50 یا 40 هزار پیشنهاد میکنن، یعنی 50 یا 60 هزار رو نمیگویند، کارگر نمیکنند از کاری و سوء شده است. آیا حلال است؟ کارگر عزیز اینم حلال نیست. اصلا پسریدی بهترین، اگر پسریدی کنی با انصاف روشن بهترین، اینا هم خدمت میکنن. ولی برادر عزیز همون حقی خودتان معین بکن. اینجا یکون خوش نیست. من اگر کار در 100 هزار بیارم میگم من میره 10 هزار شد دادرای جان بگیرم، اینا 90 هزارش حق جان شما میکنید کن بگن میکنیم 100% پول برای وام حوال برای شما. خب یا اینکه اگر به شرطی که همون کار میاره و میبراتون میگن نمی کار میکنیم این مسجد میسازیم 50,000 تا میتونیم. اگر بگن بچه های حساب کنن بگن موافق میشود کار کنن حلال. ولی در اینجا برادر عزیز انصاف بسیار نقشی کلام می‌بازد. اینا بین یک آدم همه یک روچکر اگر 100 سومی روسی بخره 1000 سوم که بفروشه حلال است. 1000 سوم 10 طرف یکی بین انصاف کنه این بود. و همین در همین بینا برادر عزیز بین درو بگه که این من 100,000 یافته میگه من 50,000 یافته. همین دروغ هم نبوده. زیرا که همین دروغ انامو درآمد ایتر حرام میکنه. وقتی درآمدت حرام شد خداوند در قرآن چی میگه؟ یا ایها الذین آمنوا کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا. اول لقمه حلال کن بعد من عبادت کن. تو لقمت حلال نباشه من عبادت نکن. السلام علیکم. سوال دارم. گوگل وقتی که ما از تاجیکستان می‌ریم در اونجا نیت اقامتی می‌کنیم، لیکن باز و دیگر شهرها سفر می‌کنیم، باز می‌ریم. آیا ما ممکن حساب می‌شیم و هر هفته یک بار دو بار می‌رویم؟ آیا ما آمده از زن نیت کنیم یا ما اینجا ممکن نیست؟ شما ممکنید اگر همینجا همون مقام یا همون مقام را که انتخاب کرده همینجا یک جای دائمی است. از اینکه جای میره نمیره با گشته به همینجا که میاد اونهاش وابسته به همون مسافه گفتیم 88 کیلومتر و وابسته به نیت تو 15 است. السلام علیکم حاجی میرزا. شخصانی که مردم کار میبرن باز فریب میکنن حال اینها چون میشه در همین بابت کمی صحبتی که بسیار هست خدای عدد یا را کم کنه که مردم وقتی میکنن برای عزیز خب ما میگم من از بیگانگان هرگز ننالم هر آنچه کرد ما ناشتا ما وقتی که میبینی همین شخص میتین مردم بیگانه را تنکید میکنیم یکی اونقدر سختگیره ها اونقدر بگیم به انصافی که در بین خودمونه در بین اونا نیست. ولی ببینیم بسیار از همین مردم انصاف کرده حق ما را میتو به انصاف کنه آدمی هست که این بچه های خود مانه از این بین خود مفرد میکنه. برادری عزیز حبیب خدا میگوید که ما من مسلم اطعم اخاه شهوته حرمه الله علی النار. من اطعم اخاه مسلم شهوته حرمه الله علی النار. کسی بخواهش دید یک برادر مسلمانش طعامش بپزد خدا جسد او را از آتش جهنم دور می‌گرداند. این یک برادر مسلمان تو وقتی خواهشی یک طعام داره مثلا دلش میل دارد میگه من در یگان آش بپز یا منتو بپز تو به خاطر خواهش دیگه همون طعام او را آماده میکنی. پیغمبر خدا گفت خداوند جسد تو را از آتش جهنم نجات می‌دهد که تبدیل یک آدم به دست بگیری.
یکی دلش وقتی ویران میکنی عکس این میشه. تمام شد. رحمت خدا به شما پدر بزرگوار. با سبب کار وزنی ما روزه نگرفتیم. آیا در تاجیکستان رفته گیری میشود؟ روشنی اندازه. در آخر اما کم در زندان میباشد. در حقش دعا کنید. و خودم بیمارم در حقم دعا کنید. انشاءالله شما بیمار باشید دادر جان. خداوند برای شما رخصت داده که شما روزه را بخورید. برای آدم بیمار، برای آدم مسافر. شما بسیار مسافر نیستید. شما مثال وقتی 15 نیتون که اینجا می شما مسافر نیستید. بعد مسافر بودتا روزه ها کنه خوردن و گناهگار میشید. برای این کسی که مریضه خدا اجازه بده. مریضه که به سبب روزه گرفتن مرضش زیاد شد، دردش زیاد شد. اینها را رخصت که روزه هاشون بخورن. وقتی صحت شدن بعد روزه نمیگیرن. ولی برادر از دیده و دانسته به خاطری که من کار میکنم روزه را میخورم تو گناهگار میشه. هیچی اون برادر عزیز یک ماه از برای خدا کار کنم یا کارت سبب کنم روزه تا بگیرم. خدا خواه ماهای دیگه شد با کارها هست با الله برکت خدای نکرده برادر عزیز تو روزه را بخوری که من کار دارم من 4 تنگه باید بیایم. یکی خدا را صفتهای قهاری و جباریش پیدا شد یک درد دو تکی دیگر با یک رمضان و در رمضان شفا نوید. این چی کار دارم؟ برای این ماه را غنیمت بشون رفت کسی گریف بش به حالش کسی نگریف شیمان محروم. پیامبر هم در حدیث این باره میگه که این فی الجنة بابا یقال له الریان. در جنت یک دروازه هست که نامش ریان یدخل منه الصائمون. او دروازه مخصوص روزه‌دارا بوده. این دروازه مسجد داری مثلا کشاده میشه اندازه و خدا میکنه روزه‌دار میداره. هر جایی که میگه روزه‌دار در آمد او غلیطه در آباد در پوشیده میشه برای دیگران نیست اینجا. این برای مخصوص روزه‌دارا هست. پیامبر خدا میگه که ما من مسلم یصوم یوما فی سبیل الله الا باعد الله وجهه 70 خریفا من النار. کسی اگر یک روزه در راه خدا بگیره ولی یک روزه شد خداوند بین همو بنده و بین آتش جهنم 70 ساله راه میگذارد. در دیگر حدیث آمده است که بین بنده و بین آتش جهنم چنان چکری میکند که پهنیش بین زمین و آسمان. یعنی تو آتش جهنم نمیبینی. چگونه پیامبر اصلا و جنتو یعنی همین روزه شیط بدونین سپر شما را از آتش جهنم نگاه می‌داره. برای این برادر عزیز خداوند برادر زندانی را هم مشکلاتش آسان کنه و خدا کند که ما همین شرمندگی گیرنگ فروشی و بانک فروشی نجات بدیم. خدا کنه که این فرزندای ما را نامه‌هاشون رنگ این ملت‌ها اینجا ارتگالی نباشند. برادران عزیز در شأن اجتماعی نمی‌زیبد ولی در بعضی جاها نشستن گفتن که همین مردم روسا که معاش دادی یک هفته نمی‌آویش. چیش میگن اون زخویش میگن چیزی میگن همون تا میرفتن یک هفته معاش هم میزنن تمام. بازی میگن تاجیکا هم خیلی نیستن معاش هم میگیرن کار هم میرن. برادرای عزیز احتیاط کنین والله احتیاط این دنیا ارزش نداره. از این نامه‌های شرمندگی خودتون نگه دارید. بسیار از بچه‌های زنگ میزنن از زندان مسئله میپرسن بچی رفتی؟ با گیره فروشی کرده بانک فروشی کرده پیستلت فروشی کرده. ای برادر تین باشه آرام باشه ریسک از جانب خدا طلب کنید ریسک حلال طلب کنید آسوده باشید در حیاتات. چقدر حیات دارید شما؟ چی میدانید فقط تو مرده یا زنده؟
شیخ صدر میگه شخصی همه شب بر سر بیمار گریست چون روز بیامد بیمرد و بیمار بزیست. مردک بیمار خبرگیری رفت دید که بسیار کسل است. خیلی گریه کرد که این برادر ما میمیرد. میگه ساری خودش مرد و بیمار زنده. شما چی میدونید که پگه مرده یا زنده؟ برای یک چیزی که معلوم نیست. همین ارزنده که همین ملت ما در همه جا مسلمان ما اگر این حرام فروختنشان ما ناس میگیم حرام سیگارت میگیم حرام کجا در بالای گیریم. برای این چیزها در نزدیک نشیم برادرای عزیز. دلتون به زندگیتون، به حیاتتون، به فرزنداتون، به ملک و ملت و خصوصا به دینتون السلام علیکم. یک سوال دارم. التماس بود سیگارت اگر کشی طهارت نکنی نماز کنی میشه با احترام خصوص شما خیلی نامشما میگیرم که بسیار سوالی بی‌معنی دارم در ترشم شما رسونده. برادرای عزیز و گرامی، آدم مسلمان ارزنده نیست که ناسکش سیگارت کشش ارزنده نیست. شما یک پیغمبر نازنین داشتیم که این یک معلم برای جهانیان بود. یک پیغمبری که در قصه میکنیم میگه وقتی که به کوچه میگذشت کسی از خانه‌اش میبرد بوی خوش در مشامش میرسید میگه با همین راه پیغمبر گذشته است. این بوی سیگارت و بوی ناس برادرای عزیز و گرامی، من ده ها دلیل برای شما حتی میتونید فتاوای محمودی را ببینید، فتاوای علوم محمد عمر سربازی را ببینید. همه همینو مکروه تحریمیش میگن. صوفی علیار میگه که در بر باشه اگر نماز بخوانی نماز از گردنت ساقط ثواب نمیگیری. پیامبر گرامی در حدیث مبارک میگه لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. مسلمان شعار شده که به کسی ضرر نرسان، چیزی به تو ضرر بده از تو دور باش. حبیب خدا در حدیث میگه کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقود. میگه خداوند برای نفقه فرزندای تو همین ماه در اومدی تو 5000 کرد، 5000 داد. از سر همین 5000 یک سومی همون را اگر تو ناس پولی کنی، سیگارت پولی کنی یا بیهوده یکون چیزی را بخری که در او شریعت ناروا گفته است، خدا میگه برای شرمنده شدن تو، خجالت ماندن پیش من بس کنی. گفتی استاد من آخر سنت پیامبر مسواک زدن بود، نه در دهن ناس گذاشتن. بسیاری از بچه‌ای است همین روزای پاک به ناس میکشند که پیامبر میگه لخلوف فم الصائم اطیب عند الله من ریح المسک. انا دهن بویی که در دهن ما داریم از حساب روزداری، خداوند میگه از مشک دیده برای من محبوب‌تر است. یکی تو با در همون بوی در همون چیز محبوبیت خدا تو چی؟ ناس در بالای زب بگید. اگه کسی ناسکش هم باشه برادرای جان، اگه ممکنی صداهای ما با تمام منطقات تقسیم هم شد. من میدونم بسیاری برادرای داریم ما هم آدمای حسن که ناسکش هم ملال نشود بهتمیزترین آدم ناسکش هم همه در بهتمیزترین آدم ناسکش هم. همین ناسکش کلتور نداره همین نه کلتور داره نه بگیم آقای تازگی را میفهمه. تصور که در بر ناس یک ناسی که چقدر بویناک هست همراه تو میگردانش. برای بسیار احتیاطی نکنید. این از سنت پیامبر از شریعت ما و شما نیست. اندرون چوب گوید کرم چوب در کجا باشد چون حلوی خود. ولی کرم ها در درون چوب هم درون چوب در بعد یک نمود یمتری شیرینی دارد، همه را میخورده.
از همون که آگاهی نداره دیگه از دیگر شیرینی ها که خبر که نداره میگم مثل همین وارد شیرینی در اون دنیا نیست. لیکن ناسخش هم همین که خیالات داره. مثل همین مثال کیفی ناس وارد میگه دیگه هیچ کیفیت نداره. احتیاط کنید برادر عزیز. السلام علیکم آقای حاجی میرزا. یک سوال دارم. خب التماس جواب بدید. پدرم نماز نمیخواند و قرضدار هست. از خواهش میکنم که در حق پدرم دعا کنید که در راه راست خداوند هدایتش کند. با احترام مخلص شما نموشم بیاورده است. خدای مهربان پدر شما را اولا که از همه عبادت مهمترین برای بنده مسلمان نماز است، خدا او را نمازخوان کنه و بعدا مشکلات قرضداریش از بالای سرش دور کنه و جمله برادران قرضدار ما را خدا قرضهاشون از این مشکلات خلاصشون که و ببینیم شیخ سعدی میگه وامش مده که او به نمازه. آدمی که نماز نخونه میگه پیشت بیای اگر به قصد خرجش ندید. یا شیخ سعدی میگه وامش مده که او به نمازه گرچه دهنش زفاقه بازه. او قرض خدا نمیگذاره، از قرض تو نیست کم. شیخ سعدی میگه اگر همین تا میبینیش که لو دهنش همین لو دهن روزدار وری قاق هیچی نخورده میان میگه اکا یک 1000 سو قرض میده میگه نتیش. همین قرض رو نتیش که قرض خدا مهمتره، قرض خدا را نمیگذاره، پروای قرض تو داره. خداوند در قرآن میگه والذین هم على صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون. خدا میگه که خداوند میگه از من میراث میآید به نمازخوان. ولی خدا میراث از خدا میراث میگذاشته. چی میراث؟ برای نمازخوان میراث پروردگار چیه؟ این جنت فردوس است که خدا برای نمازخوان میکشه. همچنین وقت نمازاتون برادر عزیز در هر کاری باشه نباشه شما کار یک جانب بگذارو، کار آخرت مقدم کار دنیا باشه. نمازات رو بخوان برای خودت بیرحمی باور که همین آدم بیدینی که تو در زیر دستش کار میکنی بگو عبادت میکنی رخصت میتن تو خودت توفیقت کمه، تو خودت انصافت کمه، تو خودت محبتت کمه بردی و اینها رخصت میتن. بگه مادامی که تو حتی باور نمیکنن آدم با عبادت بسیاری از کارهای پولی شده باور میکنن. فقط خیانت در موافق مانه برادر است. السلام علیکم آقای حاجی میرزا. در حقی خوب خواهرم باشد دعا کنید که بیماری روحی شدن است. یک بنده خدای مهربان خواهری که مبتلای بیماری روحی شده است و تمام بیماری هایی که در این جمعیت در همین شهر سیرگاوز هستند و دیگر منطقه های دولت های روسیه هستند. خدا هم مردم شفای کامل بده. خدای مهربان به درد و بیرحم کند. الله مهربان با یک وقت خوش با دستای پور و با یک تن سالم الله مهربان شما را به خاندانتان برساند. تمام برادرایی که اینجا سوال دادند و سبب باز چقدر معلومات های زیاد برای دیگران شد. خدا در هر یک حرف این در نامه اعمالتان ثواب نویسه و خدا سعادت شما را در دنیا و در آخرت بلند کند. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله. حاضر گفتم حتی حاضر همه راستی بود درست میگه. برادر ما هم مسئله پیوه نوشیدن، عرق نوشیدن که خداوند برادر چیزی را که خدا حرام گفته است احتیاط کنید. از حرام های خدا احتیاط کنید. میگه خداوند غضبناک میشه کدام وقتی که اونچه که نهی کرده است تو او را وقتی که اجرا میکنی میگه به حق غضبناک میشه. مادام که همچنان باشد برادرای جان شما از خدا بترسید، به خدا از خدا بترسید.
و حق ترسیدن نزد خدا هست. برادرایی که اینجا من از آمدگیم از تلفن هام آگاهی دارم، دست به زنا نزنید، دست به زنا نزنید. چندین تاهای شما از همین دولت و تاجیکستان کسل‌های خیلی افلاس بودید. اینها در مجله ها و در خبرها علاقه برآمده است که با نام و با فامیلیت و از کدام شهر آمده که اینها را داشته بوده علاقه مقصد کدامش اگر میتونن و میآورن و میکپن. دیگرای شکینه من خدا پرده کنه. یک حادثه در دوشنبه یک دختره مبتلا همین کسل سپیچی. خب خداوند ببین لا تقربوا الزنا بود. در زنا نزدیک نشین که بدبختی میاره. انا بدبختیش امروز عالم چشیده است. و همون دختره که کسل در مبتلا بوده یک بچه‌ک میرسش بعد یک چند مدتی همون درد و همون کسل در همون نشاناش میبراید. مراجعه میکند در دکتر که میگن همین خیلی کسلی. اگر کار را بینده بدبختی را بید. همون دختر را بود دعوت میکند که مثلا با فلان جا را بیاد که او دیگر همون تنفروش هم میاد در همون خانه زیاده میگه از 20 خلش میزنند بچه که تو حیات ما را سوزاندی بود بگذار حیات دیگر را با نسوزد. نگاه کنید خود تا چه اقرب از پشت این بدبختی. بعد یک جای عیب هم هست دادرای جان که وقتی یکی از بنده خدا میم برای بازی میپرسم که ای چه کرد مرد؟ کم در دوزار از زیاد زد مرد. عرق خورد مرد. همین چند تا بردن آدم ما همین چند تا بردن. با یک هفته و 2 هفته پس یافتن شد. جنگل ها یافتن از درنهای آب یافتن. پیان مردگی. خب یا اینکه میگد سپید مردگی هست. و نام خدای مهربان شرمندگی ای کیره کاوش نمیبرد. ای تو میدانی که وقتی اولی تو نارفته به خانه قبر تمام اهل قبر لعنت میگن که پهلوی برای خوب نخوابان باشه. از همسایگی تو اونها بذارن. برای بسیار احتیاط نکنید. و همین نام خیلی بزرگ و مرتبه‌دار مؤمن مسلمان خدا قرآن میگه ولا تموتون الا وانتم مسلمون. مسلمان ها مرده مسلمان بمرید و الا غیر مسلمان بسیار نزد من شرمندگی و خجالت. همین دنیا را خدا پرده کنه بچه ها مونده باشن اگر یک از پرسه میگه پدر امی در همین حالت موندگی میشه. برای بچه ها حتی خواه تو چی میگن؟ چیوشی وقت گوش بکسن چی دارم؟ نه جمع سلاتین در مذهبی داره در مذهب در حنیفه هستی؟ حالا گوش کنید در خیلی کشیده باشه گوش کنید مسئله در در مذهب امام ابو حنیفه جمع صلاتین جایز نیست. جمع صلاتین صورتش این خیلی است. در مذهب ابو حنیفه چیزی که حضرت عمر رضی الله عنه نمی‌جوزید این کتاب قطعی دلیل ها و حجتاشو نمی‌خو پیش آمدن ما همین بابا با فکر موضوع کار مطالعه میکنیم. یگان بار ندیدم میگه که پیغمبر خدا جمع صلاتین کرده باشد با اسناد و دلیلاشون در کتاب میگه که در مذهب خود ما جمع صلاتین صورت شامل من عصر صبح پیشینه در آخری وقتش میخوانم و عصر در اول وقتش. اگر ایتا مقصد نگاه کنید صورتا جمع اگر ببینیم میگه همه آدم دو نماز یک نماز کرده لیکن این دو نماز یک نماز نیست. زیرا خدا قرآن میگه که این الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اون سوره نساء هر یک نماز خدا میگه ما برای وقت جداگانه دادیم. خب برای همین جمع تأخیر تقدیم درست اینجا مسئله دانو باشه میفهمم
جمع تأخیر و تقدیم. مثال شام آمد در آخری وقتش میخونم، خفتن در اول وقتش. بینشون 15 یا 20 روز فرق میکنه. شام آخری وقتش اگر باشد 10 و 15 باشد، نیت بگم 10 و 15 باشد، 10 در اولی مثال چی میدونه؟ اولی خفتن در آید بین همین فرق شد. همینجا میگه شاید که هر دو باید بخونم. جمع تأخیر و تقدیم. درسته اینه که خیلی هر جای پیشین ده بچه ها پیشین ده هم اصلا میکنم پیشین. نه اون مسلمان هستی. خیلی گفت اینجا گفت در باره مسلمان و غیر مسلمان نمیرم. کسی جمعی صلاتین هم که کنه مسلمان هم. قرآن نمیگیم اون مسلمان برای یا این خیلی درست کرد نزنید. ما هر چمی بعضی همین بچه هایی که خلاف مذهب هم گفت بزنن ایوی بی‌ادبی بچه هم میبینید. و اینو برادر بی‌ادبی نکنید. این کافر و مسلمان بودن کاری آسان نیست. پیامبر میگه کسی را کافر میگه کافر نباشه کفرش تکفیر میگه. برای همین احتیاط دیگه باید. لیکن مذهب هم که میگه ما مقلدیم برادر عزیز. ما پیروی مذهب داریم. شما آخری وقت را بخونید خفتنه در اول وقتش میشود درست. انا قدر روز کمی درست شد. نه حضرت نمیکنه مثلا. جمع تأخیر درسته. خب دختر وقتی تربیه برادر عزیز می‌خواهید تربیه حتی پیش به تولد فرزند وقتی خوب بیاید که یکم فرزند ایلقمه حلال باشد یکم انامینه که ما از راه حلال وقتی که می‌خوریم غذا همون نطفهش غذا قوت می‌گیرد پیدا می‌شود وقتی نطفه ایلقمه حلال باشد فرزند خوب می‌گیرد انشاءالله و دیگر اینکه ببینید فرزند از روی تولدش ما موی سرش میگیریم با وزن نقره میگردانیم مستحقا و کمقلات میکنیم دیگر اینکه نام خوبش میمونیم نامی که بندگی دلالت و بندگی خدا بود این مسئولیت پدر و مادر دیگر تحنیک میگن تحنیکش یکان اهل علمی که در این عمل کننده باشه متقی باشه یکان خورما را میخواه و همون شیرینی همراه در کامل که همون فرزند ما میموله که خدا کند که همین فرزند مثل همون عالمی با عمل و متقی شود دیگر از روی فضل و از روی خیر از آنش میگیم در گوش فرزندان ما بعد از آن برادرای عزیز و گرامی بچه باشد دو گوسفند دختر باشه یک گوسفند میکشیم اگر داشته باشیم نداشته باشیم نکردیم ما گناهکار نمیشیم بعد از آن پیامبر میگه وقتی به 7 سالگی که رسید شما امر به نماز شد باید اونا اهل نماز باشند ما نحل والد ولدا من نحل من ادب حسن پیامبر میگه با فرزند از همه در بالاترین هدیه ادب حسن هیچ هدیه نه خانه نه پول نه ثروت نه دنیا هیچ چیز با آداب نیکو برابر نمیشه اگر بچه تو به ادب باشه پیشترین ماشین رو بخرش پیشترین وظیفه رو بمونش پیشترین خانه رو بر جاش کن آداب نداره ای خدا نمیترسه تا مردن تا قبل میکنی تا مردن تا تو از او فقط زهر میکنی هیچ وقت گفتی همون شیخ سعدی که خرما نتوان خورد از این خار که کشتی دیبا نتوان بافت از این پشم که ریشتی این خاری را که تو کاریده ای تو خرما خوردن نمیتونی تو یک عمر از دو زخمی خار میگیری برای همین که فرزندا را به هر حال در کدام جای باشن برادر عزیز بگذار علم بگیرن فرزندا به علم نمانند خود دختراتون خود بچه‌هاتون با علم باشن بگذار زباندان باشن نه زبان تنها روسی بگذار عربی را بدونن بگذار مثال انگلیسی را بدونن ولی روز جهان رو به ترقی از نماینده مسلمان ما و شما اگر در هر جهات
нафаре бошад истекин аз мем свердло ғариб нестем. Агар дар ҳар ҷое ки бирем мо ғариб набошем беҳтар аст. барои фарзандон бояд илм дошта бошад, илм омӯзад. яке дар баробари илм бародар азиз, ай худо ай расул огоҳ шов гирифт. зеро аз ҳама бо муҳимтар инае ки ӯ ба қадри бо падару модар берасад. вақте ки хон ки падару модар чияд, дигар намегӯяд ман олими калон шудам, намегӯяд ман мансаби калон дорам, балки ҳамун даро падару модара ба хотири ҳамун хондагӣ аз диниш ҳурмати эҳтиром мекунад, охирати худшо обод мекунад. хуб اینه انشاءالله سر بله هیچی بکنم در تراوی چی؟ نه درست نیست حدیث اومده که در حرکت خون خوب سلامت بشنیم برادر عزیز از پیغمبر خدا یگان حدیث صحیح صریح نه در باب 20 رکعتش آمده نه 8 رکعتش صحیح باشد صریح باشد نیامد. خب فقط از پیامبر ثابت شده است که 3 روز پیامبر ما نماز تراویح خواندند، 4م روز نبرآمدند که گفتند ترسیدیم که تا خداوند بر شما همین فرض نگردد. خب و دورهای حضرت ابوبکر صدیق هم هر کس با طریق خودش جداگانه میخواد، هر کس میخواد. دورهای حضرت عمر رضی الله عنه وقتی آمد حضرت عمر که دید مردم هر جدا یک کس دو کس تنها و تراویح خواندند. بعدم گفت که ابی ابن کعب که یکی از قاری‌ترین صحابه های پیغمبر بود، پیش در آورد، در صحیح بخاری میگذارد در باب تراویح خب پیش گذاشت، امرش کرد که 20 رکعت بخوان. 20 رکعت حضرت ابی ابن کعب خواند، در پشتش حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی و جمیع هزارها صحابه دیگر میخوان. هیچ کدام همون اعتراض بیان نکرد که مردم چرا 8 و 20 اعتراض نشد. حتی برادرای ما میگن حدیث عایشه صدیقه را دلیل میارن که پیامبر خدا در رمضان غیر رمضان از 8 یاد نکرد. عایشه هم در اون زمان رضی الله عنها مادر ما و شما زنده بود، لیکن یگان اعتراض عمر نکرد که حضرت چرا تو 8 پیغمبر را 20 کردی؟ عایشه مادر ما زنده بود. پس معلوم شد که آن چیزی را که عمر سنت باقی ماند، پیامبر را چی گفت؟ سنت الخلفاء راشدین المهدیین و عض علیه بالنواجذ. چهاریار ما را پیرو شید، حتی راه اونها را به دندانهای کرسی ها تان بدارید. برای همین دادرای جان 20 رکعت نماز تراویح خواندن، این ثبوتش ای حضرت عمر رضی الله عنه و ما باید به این پیرو شید تا اگر کسی که این اگر غلط و کمبود بشماره، پس اون اعتقاد داره که عمر بدعتکار بوده. حالا که پیغمبر ما چی گفت؟ ان الله جعل الحق على لسان عمر و قلبه. خداوند حقیقت در زبان عمر و در قلب عمر گذاشته بود. این پیغمبر خدا بود. پیغمبر بود لو کان بعد نبی لکان عمر ابن الخطاب. اگر بعد ما پیغمبر کسی میشد، هر آینه عمر پیغمبر میشد. پیغمبر بود دخلت الجنه رأیت قصرا من لؤلؤ. در آمدم در جنت یک قصر دیدم. این مسجد ما میبینیم خیلی راحت میگیم ولی در برابر بنای جنت هیچ نیست. میگه در آمدم از لؤلؤ سفید بود. فقلت لمن هذا یا جبرائیل؟ میگه حواسم کرد این راحت کن. پیغمبر میگه گفتم این قصر کیه؟ میگه جبرائیل گفت لعمر ابن الخطاب.
این خدا کو برای عمر ابن الخطاب ساختگیه. فعرضت عن ادخله. پیامبر میگه که عمر نکن که عایشه به معراج داشته اومد. عمر گفت خواهشم بود که درونشان تماشا کنم. فذكرت غیرتک. گفت دادیم غیرت تو باید اومد ندارم. فبكى عمر. میگه عمر گریه کرد. گفت بأبي و امی علیک الغار. پدر و مادر فدای تو باد ای رسول اکرم. من از تو دیده با غیرت و من غیرت از تو یاد گرفتم. من جسارت از مکتب تو آموختم. انا همون عمری که نمی مقام مرتبه را داره انمی با 20 رکعت دلالت کرده یا نمی حضرت های کدام ایراد میگیری ایراد حضرت عمر را میگیری. برای همین مثل یه شیعاوری دشمنی نمیگیریم. چند شد؟ کم بیفرام شیدیم برادر عزیز. کم بیفرام شیدیم. ما با خدا صدقتم میشم. من بسیار دوستان میدارم والله که ما همه مخصوص برای خدمت شما آمدیم و اینا میگن که همین میگن چی؟ 100% آوازی میگن 100% آوازی بکنید فقط احتیاط کنید که از همین گوش و بینی و دهانتون آب نداره و اینا هیچ تایی آبی خانم کردن دیگر باقی نداره درسته. پور خواهیم مردک که بسیار چی کرد خب؟ شرایط نیست نه؟ بیرونی واقعا نمیشه؟ اکی خیلی است که برادر عزیز اگر به شرطی که حقیقتا اینا ما را پیش از آمدن سلطدی در ایرپورت سوار کردن بچه های کارگرای ایرپورت گفتن حاجی بابا ما همین سودکه قطعی خب مقصد همین شب روز در اینجا نمی روی پای سودگیم خیلی ریست که آمده است مردم ها جواب میتیم قبول میکنیم اونها عذر دارن اون عذر که یک چشم زدن در 100 دفعه خبر شدنش ممکنه لیکن وقتی نمی اون دکت دادر جان امکانیت داری خطا ای عبادت دور نکن. پیغمبر خدا میگه اولین چیزی که روز قیامت خدا بنده رو میپرسه ای نمازش میپرسه فإن صلحت فقد افلح و انجح و این فسد فقد خاب و خسر. کسی ای سوال نماز نجات یافت پیروز شد نجات یافت پیغمبر. کسی در سوال نماز عاجز آمد خار ذلیل شد. برای این نمازها را بخوانید. تراویح را مثال تراویح پارگی های نمازهای فرض میشه روز قیامت. برای این بخوانید آن در نمی وقت یافتی داده جو فرصت یافتی بخوانید. بینی که تماما امکانیت نداره مایلش خدا میبخشه. با شرطی که هر کس امکانیت خودش بفهمه. برای که صاحبای کتاب میگن آدم تنهایی حلق شه اگر در حاجتخانه بخواد این حلق شه. وقتی نماز بیاد خدا همین نماز در گردن ما فرض نیست که نگار میشه. ببین میگن نیمی کودک درون مادر بیرون شده نیمی گوش در درون. ولی ببین من این نماز بعد آمدن کودک میشه زنک صاحب نفاس میشه. لیکن نیمی کودک باشه میگن نه برآمد و نیمش باشه وقتی نماز باشه صاحبای کتاب میگه که تاک باشه چقری بکنه همونجا بشینه. که اگر در وقت نماز اون کودک هم افتی در همون چقری بزند مایل نشود که نماز بخونه. ببین نماز چقدر مهمه برادر. این سوالا بسیار ما وقت میکنه. من فکر من شاید قدرم و همه مبارک و شاید برادر عزیزه من میبینم اگر همین جا باشم امکانیتون شید امکانیتون شید و خدا برکت نه برادر ما اینا اکی فروخ و دیگروی که در اینجا با کوشش کردن اکی مردم جمع کردن دیگر کردن باید چند تا برادرهای دیگرمون هست. خب بینیم اگر یکی امکانیتون شده همینجا ماندو برای که ما با طرف نواسیگیر بریم برادر عزیز دعوتو شدگی ما باید بریم. لیکن اگر شد
چرا؟ همین زفت تمام دستیار کن. ماله. سه تنه. مغازه دمی برون شو. برای کی؟ تلفنی ما فقط. Ponta bien mi زورات کنی ببره زورات نه ببره باشه من اگه